میخوریش با سهر اومده با اینجا گنده میکنی کنی وجدانی تو کنی ایمانی تو بعد من گنده شم خدا خشید تو نش خدا ناز بازم چید من پیشمون دکو تو تیم باشم منو الله گندم نبینه بنده گنده دیشه که تیم نمیگیره الله من گنده الله بندم بود پیغمبر محمد اسلام پاگه امتم گفت من فخر میکنم من دنیا که فخر نمیکنم نه نمونه خدا خواهد تا جون دور من کتاری من هستی خدا خواهد انشاءالله شما من پادش که کنه من شما پادش که میکنم نکنی پادش کرده سوش که میپرد افتاد مرده تا $100 میکنم میتی نخ برای پراکرور نمینیسیمی خدا خواهد جنوبی اولی نمینیسیمی $100 هم چوتک نمیتکی من الله اکبر میگم 10 سال اوخی باشه که من یگان کسی یک سون نگرفتم یا تا کوپاچه خونم نبودم من الله خود زاون دروازه خدا خواهد این نمیخرم این چیز نیست در اسلام نمیکنم شما باید چه برعکس میکنم مبادا خونم در تعدیش دم نخدا خواهد هر 13 تا گوسپند بکشم 3 روز اینده بکشیم نبینم بعد نکش خدا خواهد جمعه نمیخدم اورست انشاءالله خدا خواهد دیگه مسئله مهمی روزم رفته شده بعضی 24 دروغ کرده شده ای خدا نترسیده خدا خواهد انشاءالله بعضی کاری اسلام دنیست خدا خواهد ای چشمی ما دزیده کرده شده ای خدا نمیترسید تا جون دارم مبارزه میبرم تا جون دارم یک قطره خدا خواهد که هم منبر میفرام بعد کدام آدم ایمان میشود چیکاری میکنه بکنن دیگه پیشگوی خدا نمن جواب میده هر مسئله که میگم هر عملی که اجرا میکنم در این وطن من الله میترسم نه نبرم بعد همین خدا خواهد این مسئله دیده میشه من کدام روز پریر بود پیش پریر خدا خواهد در محل اسیا دست خودش میدونم بیسکره خورده با اومدن جا خبر داده سه خورده نا انصاف نه خورده روز پیش نمیگویم که دامولا یا من هم برادر خدا خواهد درم چیز وکیل کردگیم نمیگوی که قرآن نلید فردا ساعتی 10 فلان چی بیسکر استه ما رفته قبیدت شتکاش میبرانیم در خونش من دین پیشنبی من فرخودم جا باشد 3 بار کمیس خونش برفتم 3 بار برای پیشنبی میکنم سیگناشید 3 بار کمیس ای سر تا بگه برفتن یک اون چیز حادثش دیگه نیست گوی روز پیش میخوریش با سهر اومده با اینجا گنده میکنی کنی وجدانی تو کنی ایمانی تو بعد من گنده شم خدا خشید تو نه تو هم کتاری من هستی خدا خواهد انشاءالله شما من پادش که کنه من شما پادش که میکنم نکنی پادش کرده سوش که میپرد افتاد مرده تا $100 میکنم میتی نخ برای پراکرور نمینیسیمی خدا خواهد جنوبی اولی نمینیسیمی $100 هم چوتک نمیتکی من الله اکبر میگم بفارد من شونه کلامی که شما این چیز نیست دروغ فایده کنه من ایمامت یگان کس گیریم تو یکسون پل گو من خالص در رای الله میخونم میرم من یکسون یک کس پل نکنه زانم کرده باشه یا گرفتم یگان تصد کرده من هنی $100 دوملو گرفته سته بگو دلیل که خدا خواهد $200 نتون تو درود بود من فعالیت کنم 10 سال اوخی باشه که من یگان کس یکسون نگرفتم یا تا کوپاچه خونم نبودم من الله خود زانم دروازه خدا خواهد این نمیخرم این چیز نیست در اسلام نمیکنم شما خدا خواهد انشاءالله من خالص گذشته رفتستم برای خدا نمیفارد نفارد باید چه برعکس میکنم مبادا خونم در تعدیش دم نخدا خواهد هر 13 تا گوسپند بکشم 3 روز اینده بکشیم نبینم بعد نکش خدا خواهد جمعه نمیخدم اوریت نمیدازم من در کار نیست این چیز نیست نکنم گفت ما گنده تو نه میره بخیری با سهر مادا فروخت نده ادامه جا دین آنجا نبیشید حتی روسیه منافق شده میگوی اومده هر روز پیش نشد تا اگر گوی دو تسیه دام تا کپه ما گوم میشه همین چیز ما تا آخر جون داریم و مبارزه بریم آره نشو من گفتاد مونم تا جون داریم برادر کتی خدا مبارکش کنه عمرش دراز کنه هر دوم موندیم خلاص همه گریخت همه دروای لبای تازه خیلی آنجا بودیم گوی میگریزی شکی تو گنده نشدن در کار من پیش خدا ناز بازم چید من پیشمون دکو تو تیم باشم منو الله گندم نبینه بنده گنده دیشه که تیم نمیگیره الله من گنده الله بندم بود پیغمبر محمد اسلام پاگه امتم گفت من فخر میکنم من این دنیا که فخر نمیکنم نه نمونه خدا خواهد تا جون دارم مبارزه میبرم ولی می خدا خواهد
از چیز آگاه باش، نکن کاره، نکن گفتگی نکن خلافت. عادی که زندگی تکن پول تمام نتی، نه دکونش بدید. خدا خواهد بچیک تخورون، دخترکات تخورون، هر روز گوش خرد. بچیکات تخورون صاحب علمش که خدا خواهد انشاءالله. کل نشیم برفته دیگه مملکت. اینجا زندگی کنیم خدا خواهد انشاءالله. انا دولت، اینی نه پیشری. پیشری 20 کیلو خوردن و ریدن پیشری نیست. پیشری با علم است. اینقدر عزیزای خدا با چی پیشری کرد؟ با علم، با عقل، با مدنیت. اسلام خودش مدنیت ده. مدنیت در دین ایجاد نیست. خدا خواهد من یه روز مدنیت بارش نمیگم. پیامبرشون مدنیتاشو میگم شما. صحابه مدنیتاشو میگم. این مدنیت در ما در اینجا نیست. نه در امریکا نه در گرمانیت. و یا ایما یاد گرفتن مدنیت. ما دور شدیم. ما به مدنیت شدیم و مدنیت داشتیم. الله نگهدار خدا خواهد همه ما شما را. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ای پاک و پروردگار چی مسائلی که ذکر کردیم آنها به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام ناجاگیر بگردانی، از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. پاک و پروردگار آن چی خیری احسانی کردن، آن چی که برادری که در اینجا دست برداشتند خدا آنها چی مقصد و چی آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیاوی و فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. ای پاک و پروردگار آنانی که از ما گذشتن محتاج یک دعا هستند قبرهاشون پرنور آخرشون آباد بگردانی. آنانی که قرضدار هستند خدا آنها قرضدارشون نجاتی، آنانی که بختاشون کشاده کن پروردگار به بخت هستند بختاشون کشاده بگردان. آنانی که صاحب خلافت امید فرزند دارند از فنای غذاین خیب خودت فرزندهای صالح و صالح کرامت نما. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند خدا آنها سفرهای باقرار صحت بردی سلامت با کیسه های پرباری های سرخ نزد خاندان نزد وطنی عزیز برگشتن نشو الله نصیب بیداری. سوداگرا در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانیا را در دهقانیش خدا آنها خودت برکات نما. طالب علم را در علمش خدا آنها خودت برکات نما. خدا آنها در تمام دنیا تینجی آرامی خاطر جمعی این بیماری که بار دیگر در بارای قوم تمام جمعیت تشویش آورد خدا آنها زودتر از ما دور بگردانی. ما بندگانی عاجز هستیم خدا خواهد به آفت و بلای تو برداشت نمیتونیم. پروردگارا دعای ما را اجابت کن زودتر این بیماری از ما و شما دور بگرداند. جناب عالم خدا آنها خودت عمری دراز رزقی فراختنی صحت خاطری جمع از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. تا رئیس ناحیه از برای بهبودن زندگی مردم سعی و کوشش دارند در سعی کوشش آنها برکات نمایی. این جمهوری ما سبحانه مثل جمهوری پر اقتدار شدنش را الله نصیب بیداری و این استقلالیت آزادی که برای ما نعمتی بسیار داد چی در دنیا و چی در دین خداوند تا قیامت پایدار بیداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا